بزنیم. بریم وایسید تا دستمال باد نبره خیلیه. بشماریم 3 2 1 مستوش. آی تو حالا اینجوری خوبی آی نه خوبی نزنه. آره من واقعا نمیدونم که الان باید چجوری باهاتون صحبت بکنم و اصلا نمیدونم کار خوب و بد چیه، ولی انقدر الان اعصابم خورده و تحت فشارم که تقریبا یه ساعت دارم رانندگی میکنم، ولی تصمیم گرفتم که الان یه سری چیزا رو باهاتون به اشتراک بذارم. من الان چند سال تو سوشال مدیا دارم فعالیت میکنم و یه سریاتون منو میشناسید، یه سری منو نمیشناسید. اونایی که منو میشناسن با اخلاقیات من آشنان، همیشه هم از من حمایت کردن، دمشون گرم واقعا. من همیشه قدردان حمایتشون هم بودم. ولی یه چیزی که هست توی این برنامه عشق ابدی 2 شب الان یه اتفاقی داره میفته. یه بازی بود که یه اتفاقی اونجا افتاد و من صورتم ضرب دید، نسبت به اون داشتم ریاکشن نشون میدادم و من بدنم اینجوریه که موقعی که ضرب میبینم ریاکشنم نسبت به درد گریه است و به خاطر همین مسئله من خودم رو کنترل کردم که خیلی خودم رو کنترل کردم که گریم نگیره و رفتم بالا توی اتاق که تنهایی خودم رو اوکی کنم، فرش کنم، حالم خوب باشه، بیام پایین که مشکلی ایجاد نشه، داستانی نشه، جلو دوربین نخوام حالم بد بشه به هم بریزم، چون از این مسئله متنفرم. دلم نمیخواد که ضعف نشون بدم از خودم. تمام سعیم میکنم که این اتفاق نیفته. ولی من رفتم بالا، به من گفتن باید بری پایین، بعد بری جلو دوربین، ما چون هنوز توی ضبطیم. و تو اون لحظه ای که من کلی فشار روم بود و داشتم سعی میکردم که حال خودم اوکی کنم، اون لحظه دوربینا هم داشتن رکورد میکردن و من اینجوریم. بدن من نسبت به درد ریاکشنش گریه است. من وقتی با یکی بحثم میشه گریه میکنم. من یه مشکلی برام پیش میاد گریه میکنم. اول گریه میکنم، بعد مشکل رو حل میکنم. ببین واقعا اصلا کلی اتفاق الان افتاده، کار به هیچی ندارم، ولی خوبه که یه سری آدما قبل از اینکه یکی دیگر رو قضاوت کنن اینقدر بیرحم نباشن. من یه مشکلی برام ایجاد شده بوده تو برنامه و داشتم ریاکشن نسبت به اون نشون میدادم و این آیا چه ربطی داره به این که من دنبال توجه بودم، من دختر نمیدونم فیلانی هستم، بیساری هستم، اینجوری بوده اونجوری بوده، من دنبال فلانی بودم، دنبال بیساری بودم، از روی نمیدونم حسادت فلان چیز بوده که من چرا انقدر جو میدید و بزرگش میکنید این مسئله رو؟ شما خودتون تا الان وقتی بهتون درد وارد شده واقعا گریه‌تون نگرفته از اون ریاکشن؟ اگه نگرفته دمتون گرم، واقعا خیلی خوبه. شماها آدم قوی هستین، من آدم قوی نیستم. من وقتی دردم میاد گریم میگیره، ریاکشن بعدش برگردم بگم این چرا داره اینجوری میکنه، چرا داره گریه میکنه. منم دلم میخواستم اون لحظه قوی باشم. هیچ کس دلش نمیخواد جلوی دوربین آبروش بره، ولی بعضی اوقات آدم دست خودش نیست و من تنها یه تنه داشتم از حق خودم اونجا دفاع میکردم. چیکار میکردم؟ مگه من خواستم که همچین اتفاقی پیش بیاد؟ مگه من خواستم این دعوا صورت بگیره؟ مگه من خواستم یکی بزنه تو صورت من؟ من از صبح که از خواب اونجا بلند شده بودم تنها چیزی که فکر میکردم این بود که در آخر مثلا شب من گریه و صورت داغون بخوام برم بخوابم. مگه من همه اینا رو چیده بودم که این اتفاقا بیفته؟ مگه من یه کاری کرده بودم که دست اون خانم بیاد بخوره تو صورت من؟ یه کسی یه بلایی سرش اومده و یه سریاتون دارید بیشتر اذیتش میکنید، بهش فحش میدید، میگید کاش که محکم میخورد تو صورتت. چقدر کم خورد تو صورتت؟ کاش که محکم خورد تو صورتت، کاش که محکم. شما چرا انقدر زن ستیزی میکنید یه سریاتون؟ واقعا چرا انقدر نسبت به جنس خودتون بیرحمین؟ من یه گربه میبینم تو خیابون حالش بده، داره مثلا لنگ میزنه، قلبم تیر میکشه براش. نه اینکه یه کسی ضربه خورده تو صورتش تازه داره گریه هم میکنه و شما میاد بدتر بهش فحش میدین. چرا؟ مگه تقصیر من بوده؟ مگه من گناهی کردم؟ مگه من کار بدی انجام دادم؟ متاسفانه اتفاقی افتاده من تو اون ویلا دیر وارد شدم و شما قبل از من یه سری دختر و یه سری پسر دیدید، با شخصیتشون آشنا شدید، با یه سریاشون تونستید ارتباط بگیرید، با یه سریاشون نتونستید ارتباط بگیرید. شخصیت منو نمیشناسید و به خاطر همین مسئله کاش که یه ذره زمان بدید که منو بشناسید، بعد شروع کنید به قضاوت کردن من.
یه سری اتفاق برای من اونجا صورت گرفت، رخ داد و یه سری اتفاقات با هم دیگه برخورد کرد که اصلا کلا 2-3 روزه، فکر کنم 3-4 روزه نرفتم تو اون ویلا. من خودم اونجا پرتنش ترین روزامو گذروندم. کاشکی یه ذره زمان بدید بعد قضاوت کنید. من 25 سال زندگیم تو اروپا بودم. قائم شهر اومده اینجا برای من حرف از دبی میزنه. دوستان امشب تو برنامه من زیاد تو حواشی برنامه نیستم، کلا خیلی صحبت نمی‌کنم. گذاشتم مردم کسایی که این برنامه رو دوست دارن می‌بینن خودشون به اون نتیجه‌ای که دوست دارن بعد از 7 قسمت برسن. ولی 100% ما هم یه باگایی تو این برنامه داشتیم. من این قضیه‌ای که میگم و قبلا هم درباره‌اش صحبت کردم، مثلا قبل اینکه برنامه شروع شه. من امشب توی برنامه تو عصبانیتی که با اون شخصی که کاپل بودم داشتم، انقدر که رو مخم میرفت یه کلمه قائم شهر از دهنم در اومده بود که همونجور ناخودآگاه هم در اومد. هیچ حرف بدی هم نزدم، ولی خواستم از اینجا با همین تریبون کوچیکی دارم از تمام مردم شمال علل خصوص قائم شهر عذرخواهی کنم که اگه برداشت بدی کردم. من خاک پای همتون هستم، قربون همتون برم.